درود دوستان عزیز، در مورد ترانسفرهای گذشتگی تابستانی حرف میزنیم و نخست از آن میگوییم که با سخن سری ترانسفرهای نوبتی در مورد کوچبندی آلوارو ادریاسولا میگوییم که این دفاعگر 27 ساله ریال مادرید را به ریال سوسییداد عوض کرد و شرطنامه تا سال 2029 نوشت. باید اضافه کرد که ادریاسولا دستپرور سوسییداد بود، از سال 2018 به ریال آمد و همچنین طریق اجاره در فیورنتینا و باواریا هم بازی کرده است. دسته دوم بارسا یا خود بارسلونای ب باشد این تابستان از لس آنجلس گالاکسی مامادو فال را به اجاره گرفت و میتواند بر عوض 7 میلیون یورو خریداری کند. کی میداند کارشکن نوبتی در بارسا ممکن همین نفر باشد. دسته فوتبالی از ساحل های لاجوردی با نام موناکو 4 میلیون به کیسه زد و روبن آگیلیار را به لنز فروخت. دفاعگر 30 ساله که در موناکو از سال 2019 بود در تیم نوش رقم 2 گرفت و شرطنامه 3 ساله بست. دروازه‌بان 21 ساله ارسنال با نام آرتور اکانگو باشد به دیویزیون چهارم به تیم رکسخم روان کرده شد. دسته هنرمندی گالیوود رایان رینولدز با دروازه‌بان ارسنال شرطنامه 1 ساله بست. نیتسه فرانسوی هم با دهانی باز نایستاده الیو بالده از لازان شویتزاری را آورد و بیلال برایمی را به اجاره به برست روان کرد. پیشتر باشد کاسپر شمیخل 36 ساله این تیم را ترک کرده بود. یکی از بازیگران نوی سوییا راموس بوبکاری سوماری از لستر می باشد. نیم حمایتگر 24 ساله به تیم اسپانی طریق اجاره آمده با انجام موسم می تواند خریداری شود. سابق بازیگری دستای وست هم، نیوکاسل و لیورپول اندی کارول در 34 سالگی به لیگ دوم فرانسه رفت و به صف امین پیوست. شرطنامه بازیگری انگلیس تا سال 2025 بوده. پیش از این باشد و قرارداد با ریدینگ را قطع کرده بود. بازیگر نوی فیورنتینا ماکسی لاپس می باشد که از سوال آمد. نیم حمایتگر 25 ساله طریق اجاره آمده. اگر یگان شوری موری نشود می توانند او را بخرند. لوکا یوویچ سلیشکمنو در کار برای ریال از فیورنتینا به پول به میلان آمد و شرطنامه 1 ساله بست. سربی رقم 15 گرفت و این هم نفر است که ریال سال 2019 برای عوض 60.5 میلیون یورو گرفت و برای این کار 2 حیات پشیمان است. نیم حمایتگر منتخب فرانسه یو 21 انا اماسنگا با پرمیر لیگ انگلیا آمد، زیرا او را بیورلی به دست آورد. شرطنامه 4 ساله با بازیگر بعدیانی بسته شد که مهلت شرطنامه‌اش با بریستول سیتی تمام شده بود. اسپانیولی کاتالانی باشد در نتیجه دو گرفتی ترانسفری با اسپارتاک مسکو کیتا بالده 28 ساله را به اجاره گرفت. اسپانیول امکان دارد با انجام موسم بازیگر را بخرد. نفری که سال 22 از کالگری به مسکو آمده بود. اینها بودند 11 ترانسفری انجام شده. خیر تنصیحت باشد.